کار پروژه حمایت از سکتور خصوصی و ایجاد زمینه‌های کاری در هرات آغاز شد. در این برنامه برای 25 شرکت که قبلا دوره‌های آموزشی تجارتی را دیدند، سند معتبر توزیع شده است. مؤسسه بین‌المللی کوردایت برنامه را تحت نام رونق در هرات و قندهار شروع کرده است. هدف این برنامه حمایت از تجارت‌های کوچک و فراهم کردن زمینه‌های اشتغالزایی میباشد. پروژه رونق یک پروژه می باشه که بیشتر همراه شرکت‌های خصوصی ما همکار می باشند. در دو مرحله در ولایت هرات و قندهار تطبیق میشه. مرحله اول آموزش‌های در بخش تجارتی دارن. برای از اونا یک مدل جدید به نام مدل بیزنس کانواس یا مدل کسب و کار کانواس برای شرکت‌ها آموزش داده میشه و این شرکت‌ها بسیار خوشحالن از اینکه آموزش‌ها تکمیل کردن و استفاده بسیار عالی از این آموزش‌ها داشتن. در مرحله اول این پروژه تجارت‌های کوچک را حمایت می‌کند و با آنها آموزش‌های نوین تجارت را یاد می‌دهد. اما در مرحله دوم نیاز است که این افراد با استفاده از داشته‌های خود و همکاری برنامه رونق کار و بار تجارتشان را شروع کنند. پروژه رونق یکی از پروژه‌هایی هست که برای تسریع کار صنعت و سرمایه‌گذاری، توسعه کاربار و اشتغالزایی بیشتر تلاش میکنه. هم در قسمت ارتقای ظرفیت سرمایه‌گذارها کارهای مفید و ارزنده را انجام داده و هم در قسمت قرضه‌های کوچک و کمک‌های بلایوز برای توسعه کاربار موثریت خود داشته. زنان و مردانی که از دوره آموزشی حرفه‌ای تجارت فارغ شدند، دستاوردها، صنایع دستی و تولیدات داخلیشان را در شهر هرات به دید گذاشتند. آنها خرسند هستند که در مرحله دوم این پروژه شامل کاروبار تجارت گردیدند. وقتی که ما اپلای کردیم یک آموزشی داشت در بخش تجارت‌های رشد تجارت‌ها، شروع و رشد تجارت‌ها. خب آموزش خیلی خوب و موثری بود. تکنیک‌های برای ما میگفتن که به چه قسم ما میتونیم تجارت خود رشد بدیم. کارهای تجارتی و شرکت‌های تولیدی بسیار کمک میکنه، چون اگر در قسمت اول یا آموزشی که برنامه کوردایت میده در مورد به یک مدل تجزیه تحلیل برای کسب و کار که مدل کنواسه، برای مدیریت کاروبارا به قسمت کارهای داخلی و کارهای بیرونی شرکت که از جمله بازاریابی می باشه و معرفی شرکت به بیرون بسیار موثره. مرحله دوم این پروژه ایجاد زمینه‌های کاری برای بیجا شدگان داخلی است. بنان قرار است بیش از 1000 تن از جوانان بیجا شده جذب کار شوند.